سلام تماشابینان عزیز، این بخش نوبتی صحبت آنلاین از صحیفه همکاری بازداشت سیل در تاجیکستان است. امروز قرار دادیم صحبت در اطراف سیل داشته باشیم. با شما من نیلوفر سرباز، عضو دسته قهرمانان ما نست بود سیل، هم صحبتم احسان اعظمیان، کارمند همکاری بازداشت سیل در تاجیکستان و همزمان عضو دسته قهرمانان ما نست بود سیل. سلام احسان جان. سلام نیلوفر. خوب هستی؟ شکر خدا رحمت، خدا خوب هستی نازی؟ تشکر. آماده هستید یک صحبت خردک داشته باشیم؟ البته. تا جای ما میدانیم شما اختصاصتان دیپلمات است و هنرتان ترانه نویسی. اگر شوخی کرده گویم در ساحه سیل چی گم کرده؟ بسیار سوال خوب. شوخیتان هم بسیار شوخی بجا بود. راستی بله، واقعا سیل اگر چنده از روی اختصاص، از روی هنر برای من یک ساحه بیگانه است، لیکن خون از روی پیوند خونی گویم اگر با من نزدیک است، به خاطر که پدری من شادروان پدرم طبیب بودن، خانواده ما هم برادرم طبیب هست و یعنی برادرزاده های پدرم طبیب هستند. در اولاد ما گویم یعنی همچون اولاد طبیبان میشناسند و واقعا من در آبان مکتب خانه شوق نداشتم که طبیب باشم. راستی پدرم اونقدر نمیخواستن که من طبیب شم، چون یک روز گفتن که پسر من بسیار زحمت کشیدم، نمیخوام که همون زحمت هایی که من کشیدم تو هم همین گونه زحمت کشی، یعنی که شب و روز زی آرام نداشته باشی همین گونه. لیکن در یک عمق دلشون، در یک اوج دلشون البته بود که کسبی اون کس یک ذره به من رسد و منم همین گونه مثلا بعد از خاصبت از دست بودن پدر بسیار در ارمان بودم که چرا نخوندم. حتی یک زمان قرارم دادم که بعد از ختم دانشگاه ملی روم دانشگاه تیپی وارد شوم و اونجا دانشگاه تیپی تمام کنم، لیکن چون فرصت زیاد میطلبد که تو طبیب شوی و همین خاطرم گفتم از یک سمت دیگر وارد شوم به این ساحه و همین گونه هم شد. من قریب یک سال در وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان اول به حیث خبرنگار، بعدا قریب 10 ماه همچون سرمحرری روزنامه این وزارت فعالیت کردم. بعدا راستی در همون زمانی که در وزارت فعالیت میکردم یک باره شد که من درباره بیماری سیل مقاله می نوشتم. راستی اون وقت درباره بیماری سیل اونقدر معلومات هم نداشتم، حتی تبابت شونده بودن اون هم برای من نامعلوم بودن که تا همین درجه مثلا معلوماتی نداشتم. و در وزارت که کار در آمدم اونجا مجبور بودم که سرمحرر شدم، مجبور بودم همه بیماری های آموزم، تاریخش آموزم، کدومش تبابت شوندگی گونه. و وقتی کار صحبت کردم با همین شخصانی که از بیماری سیل شفا یافتن، شخصان فعال همین ساحه، از جمله وزیره همکارم سفرعلی نعیموف، اون کس هم صحبت شدم و بسیار پهلوهای بیماری سیل رو برای خودم کشف کردم. راستی در اون زمان علاقه در دل من یک حس پیدا شد که باید این سمت تندرستی بسیار یعنی با که چخل گویم، یعنی من میتوانم در همین سمت نقش داشته باشم، سهم داشته باشم، یعنی که شاید توسط دیگر سهم خود را گذاری. بله توسط دیگر قدرت های نوشتن مثلا ایجاد کردن دیگر همین هم شد که مثلا من بعد از یک سال کار در وزارت تندرستی و همکاری بازداشت سیل در تاجیکستان همچون کارمند اطلاعات و رابطه با جامعه و کار داخل شدم و سال دوم است که در اینجا کار میکنم و فکر میکنم که از خنده همکارانم پای میبرم، از
مثلا تحسین گویای همکاران رای میبرم که ثمرناک کار میکنم. یعنی اول کسب پدر شما رو به طرف نگذاشت، هرچند شما طبیب نشدید ولی به طرف نایستادید، انتخاب کردید تا در کنار بیماران گرفتار سیل با آنها کمک کنید و تا جای هم باشد، یعنی دستی یاری خود رو دراز کردید. بهترین است. و عین حال وضعیت بیماران سیل چگونه است؟ بسیار سوالی بجا است. راستی وقتهای آخر وقتی که در خواه تلویزیون باشه، خواه رادیو یا خواه در دیگر جمع مطبوع، اولین نکته‌ای که من قید میکنم همچون کارمند همکاری گذاشت در تاجیکستان، همچون نماینده جامعه سیاسی دیده، این است که ما هرگز نمیخواهیم که بیماری سیل در سایه پاندمی کرونا ویروس ماند. یعنی بینگرید امروزها همه توجه به بیماری کرونا ویروس است. تا آن حد است که بیماری سیل چقدر تاریخ چندین هزار ساله دارد. مثلا از دوره‌های پیش تا امروز آدمان رو به مرگ دچار میکند، لیکن غیر از همون واکسن BCG که هست در کودک میزنند دیگر واکسن نداره. لیکن برای کرونا ویروس توانستیم که در مدت یک سال چندین واکسن سازیم. هم واکسن روسی، هم واکسن آمریکایی، یعنی که چندین واکسن است. این از چی شهادت می‌دهد؟ در حالی که بیماری کرونا ویروس یا خود کووید 19 هنوز پورا آموخته نشده است. تا امروز بسیار از جنبه‌های و جهت‌های این بیماری را عالمان کشف میکنن و گزارش میدهند. اما بیماری سیل تو اندازه خیلی عمیق کشف شده است. مثلا دلقه میدونن کدام سینه ها دارد، کدام شکل‌های بیماری سیل هست، لیکن تا امروز واکسن ندارد. به خاطر چه؟ به خاطر که توجه به این ساحه، مبلغ گذاری به این ساحه البته کمتر است نسبت به این بیماری کووید 19. و برای همین هم یک فعال جمعیتی گفته بودم، من همین چیز تکرار میکنم که اگر چاریک ذخیره‌ای که برای مبلغ گذاری و توجه هایی که مثلا کووید 19 میشود، اگر ما همین رو چاریکش رو همش رو چاریکش رو مثلا اگر بیماری سیل میکردیم، این وقت بیماری سیل در تمام جهان از بین برده میشد. و واقعا در کشور ما حالت بیماری سیل خیلی خوشبین کننده است، خیلی امیدوار است که تو جای سطح بیماران که کامل شود، سطح شفایابی آدمان خیلی افزوده است. یعنی که بسیاری از شخصان شفا یافتن علاوه از بیماری سیل و پورا شفا یافتن برگشتن. بله. و باز هم میبینیم که نورسایی معلومات در بین اهالی، یعنی مراجعت نکردن سری وقت به دکتر، یا که رعایت کردن مثلا طبابت، این گونه مثلا رعایت نکردن طبابت، این گونه مشکلات البته دچار می شود. بله، نگفته نماید که بیماری سیل طبابت شونده است و سری وقت مراجعت کردن و پزشکان، یعنی ما میتوانیم راهی آن رو بگیریم و بیماری سیل یعنی طبابت شونده است. احسان جان، عین حال کدام پیشروی و دشواری ها است در این سمت؟ چطوری گفته گذاشتم، پیشروی در این است که ما عین حال در تمام این ناحیه‌ها و شهر و ناحیه‌های کشور همین گونه اسباب یا واسطه تشخیص بیماری سیل که جن اکسپرت میگویند و در دوام 2 ساعت میتواند شخص را بیمار بودن یا نبودن شخص را معین کند، در تمام شهر و ناحیه‌های کشور داریم. یعنی این یکی از پیشروی‌های بهترین ما است که در بسیاری از دولت‌های پیشرفته نیست حتی همین گونه شرایط نیست. و دیگر پیشروی ما این است که سطح بیمار شوی گرفتار شوی به بیماری سیل خیلی کاهش یافته است و سطح شفایابی هم خیلی افزوده است و تو جای مردم هم الکی
درک پیدا کردن، الکی خبر دارن مثلا از نشانه های بیماری سیل، از مرکزهای ضد سیلی که به کجا مراجعت کردن. مثلا پیشتر اگر یک شخص حتی میدونست که گرفتار بیماری سیل است، نمیدونست به کجا مراجعت کنه، در حالی که مثلا مرکزهای مخصوصی مثلا حمایه اهالی از بیماری سیل در تمام ناحیه‌ها هستند، لیکن اونو دانش معرفت طبیشون کمتر بود که نمیدونستن در کجا واقع است، مثلا با کی مراجعت کنن، چطور مثلا مراجعت کنن، کدام تشخیص ها رو باید بگذارن. در حال حاضر این گونه مثلا مشکلات هم دیگر دچار نمیشود. بسیاری آدم‌ها که خودشون میدونن که به کجا روند مراجعت کنن و از کدام تشخیص ها بگذارن. و فعالیت مرکز جمهوری حمایه اهالی از بیماری سیل و مرکزهای ناحیه‌ای و شهری آن نیست خیلی نظر هستند در این ساحه. متخصصانشون بسیار متخصصان تجربه دیده هستند و میتوانند در یک مدت کوتاه مثلا تشخیص بیماری سیل رو انجام داده، یعنی که با او داروهای برای او رژه طبابت مثلا معین کنن و طبابت فرا گیرن. و دیگر این چیز که ثمره‌ناکی طبابت، بسیار داروهای نوی و تاجیکستان وارد کرده شده است، البته با خود تشبث حکومت کشور، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی و همزمان شریکان رشد که در وارد کردن داروهای نو سهم گذاشته شدند. و اینا چی امکانیت میدن؟ اینا امکانیت میدن که بعضی از شکل‌های بیماری سیل که مثلا با داروهای قبلی بیشتر مثلا درازتر طبابت میشدن، با این بیماری‌های نو در یک مدت کوتاه میتوانند که مثلا شفا یابند. یعنی که رژه کوتاه مدتی طبابت میکنند، طبق همین رژه های کوتاه مدت مثلا تا 1 برابر مهلت طبابت کم کرده میشد. و مشکلات همون گونه که گفتم، توجه کمتر است نسبت به بیماری سیل، مبلغ گذاری کمتر و همزمان همین نرسیدن معلومات. یعنی ما هرچی در همکاری با بازداشت سیل در تاجیکستان هم عادتاً بسیار میکوشیم که درباره بیماری سیل در همه جا گوییم، یعنی که فرق ندارد که او دانشگاه هست، اون مسجد است یا چهاره‌بینی دیگر است، مثلا فرق نداره، چهاره‌بینی فرهنگی است، چهاره‌بینی دینی است. ما هر چی میکوشیم درباره بیماری سیل معلومات زیاد شود و همین گونه با هر واسطه با هر طریق یعنی به مردم باخبر شود. بله رسانیده شود. و مشکلات همون چی است؟ مشکلات همون این است که در قطار این همه پیشروی ها شکل به دوروباری ها استواری سیل، افزایش و سرعتش تا یک اندازه مثلا در یک سطح قرار دارد، تا یک اندازه مثلا نه مثلا افزایش است نه کاهش است، که این تا جای نگران کننده است. اینم چند سبب دارد. سببش این است که یعنی همون سری وقت مراجعت نکردن شخصان بیمار و همزمان دستگیری نیافتن شخصان بیمار از جانب جامعه، از جانب اهل خانواده، اهل محله. یعنی که دستگیری روانی، چی دستگیری روانی باشه، چی دستگیری اجتماعی باشه، چی دستگیری مادی مالیوی باشه. یعنی که باید این بیماری سیل بیماری نیست که مثلا فقط طبیب و بیمار کار داشته باشند. این بیماری سیل بیماری جمعیتی است، یعنی که به همه جمعیت داخل دارد. یعنی که بیماری‌های سیراحتی همیگونه خصوصیت دارند که اگر یک از بیمار شد باید تمام جامعه متحد شده همون بیمار را هر چه زودتر شفا دهند برای آنکه به جامعه پهن نشود. یعنی اگر یک از گرفتار شد او خطر سیراحت کردن دیگران می‌دارد، که خطر سیراحت شوی به خانواده‌اش، به شخصانی که تماس دارد، همین گونه بر جامعه همین بیماری مثل وبا پهن میشه. به همین خاطر باید در بیماری سیل هم هر چی مثلا جامعه ها یک کس میتونه با یک صدقه خود، یک خیر خود، یک احسان خود، یک کس میتونه با یک دعای خود، یک کس با یک سخن خوش نرم مثلا همون بیمار دستگیری کنه که هر چیز زودتر شفا یابد. و در این دوره پاندمی خصوصا تو یک اندازه مردم ما هم شاید فهمیده باشن حالت بیماری سیل که مثلا ببینید در بیماری کووید 19
از دو هفته زیادتر، مثلا تو 1 ماه 2 ماه تبابت میگیری تمام، بعد از همین تو شفا میاری. لیکن در بیماری سیل به حد کمترین 6 ماه تبابت میگیری، اینکه دوام 6 ماه رو، بله 6 ماه داروها رو میخوری. مثلا تو یک زمانی که مثلا میکروب خارج کنی قطع نشود، تو در ایزولیت هستی. این گونه مثلا مشکلات رو باید فهمیم. یعنی خصوصا در این دوره کووید که خودمون ما در کرانتین گرفتیم، ایزولیاسیا گرفتیم و از دیگران جدا بودن نفهمیدیم که چقدر دشوار است. مثلا نروی با دوستانت نشینی یک جا، مثلا چقدر دشوار است. باید از حال پس باید بدونیم که مثلا حال بیماری سیل چگونه است. با خبر شدن، واقف شدن از حال بیماران سیل خیلی مهم است. بسیار این موضوع گزارش می شود از دیگر کشورهای دنیا که مثلا در نتیجه تاثیر همین پاندمی شماره گرفتار شوی با بیماری سیل افزودن دارد، یا که دسترسی به خدمات رسانی های ضد سیلی خیلی کاهش یافته است. و خوشبختانه تا حال در کشور ما این گونه مشکلات فقط گرفته نشده است. لیکن باز هم میگویم که همین رو من برای خودم در همین دوره پاندمی شعار کردم که یعنی به هیچ یک بیماری سیل باید در سایه پاندمی کرونا ویروس نمونه. یعنی که ما باید و همه توجه همون رو به اون پاندمی روانه کرده شخصان بیماری سیل رو فراموش نکنیم. نه تنها شخصان بیماری سیل، بلکه مثلا شخصان بیماری دیابت قند، هپاتیت های ویروسی نورسایی مسمومیتی آدم، بیماری های سرطانی و دیگر نمود بیماری های مزمن و خطرناکی که هستند، ما باید اونها رو فراموش نکنیم. و همین گونه مثلا یک روند پیدا شده است که این موضوع همه هر چی نشانه از درد هست علاقه خودشون به خودشون تشخیص میگذارن که اینا کووید 19 شدن. نه آخه غیر از کووید 19 دیگر بیماری هم هست. بیماری‌های زکام‌های موسمی هستند، سردرد است، مثلا سردردی که از خستگی زیاد میشه، از اضطراب زیاد میشود، از غمگینی میشود. مثلا ما باید دیگر بیماری‌ها رو هم فراموش نکنیم. لیکن شکر خدا که امروز وضعیت بیماری در کشور خوب است. ساحه ضد سیلی کشور همه جونی و همه طرفا کوشش میکند که شخصان بیماری سیل از مد نظر دور نرفتند. داروهایشان سری وقت تامین است و در انبارهایشان ذخیره است علاقه که مثلا برای بیماران کمبود دارویی امیدوار هستیم که پیش نمی آید. فقط دو سه مشکلات دیگر هست که با خود شخصان بیماری سیل و اهالی و من و شما برای این انسان هایی که میتوانند در بین جامعه صدا بلند کنند، سخن کنند و من و شما و به همین گروه ها رفت دارم. بله درست قید کردید. ما باید هر یک ما باید بی‌طرف نباشیم و باید قید کرد که بیماری سیل تبابت شونده است. یعنی هر نفری که به این بیماری گرفتار می شود البته سری وقت اگر به دکتر مراجعت کند تبابت می شود و تبابت اون رایگان نیست هست. درست گفتید. البته در همه ساحه پیشروی و کمبودی دیده می شود، ولی فکر میکنم که ببینید که امروز شرایط مهیا شده است که در ناحیه دورترین ناحیه‌مون، در ناحیه‌های دوردست، یعنی همین شرایط امکان هست که در دوام 2 ساعت علاقه همین بیماری رو یعنی معاین کنند که شخص با بیماری گرفتار است یا نه. این باز درست قید کردید که باید جامعه بی‌طرف نباشد. بله. جامعه، عائله، من و شما دیگر و دیگران بیماری‌هایی که سیرایتی هستند این رو باید ما دست جمعانه تبابت کنیم. یک شخص یا یک چند نفر از عهده نمیبرد. ما باید سرگرم باشیم، همدیگر رو روحاً دستگیری کنیم، از همه بیماری و وباها یعنی خلاصی می‌یابیم، از همه بیماری‌ها رهایی می‌یابیم. بله. احسان جان اینجا میخوام درباره ایجادیات شما سخن کنم. درباره سیل یگان چیز ایجاد کرده تا این دم؟ ایجاد کردن، اگر منظور شما از ایجادیات فقط ترانه باشد، بله ایجاد کردن. راستی یک ترانه خیلی خوب قشنگ آماده کرده بودیم. این رو
میخواستیم که در همون کنسرت نسبت سیل که سال گذشته برگزار شد و شما هم در اونجا همچون راوی بودید و سپاسگزار هستیم که در اونجا راوی بودید، بسیار راویگی خوب داشتید و در همون کنسرت ما میخواستیم که صدا دهد، لیکن کمتر دیر کردیم به خاطر که میدونید ترانه مثلا تا ایجاد میشود، تا آهنگ بسته میشود، تا مثلا تنظیم کرده میشود و صدا ثبت کرده میشود، این که یک وقت میخواد، یک زمان میخواد. لیکن ما امیدوار هستیم که این رو البته شاید در ماهای نزدیک ثبت میکنیم. نخراتش همین گونه بود که نیست باد سیل زیتن و خاطره ها، نیست باد سیل زیده رو بام و فضا، همین گونه بود به فکرم. من راستی که از اون زمان یک سال زیاد شد من این شعر رو تکرارا دیگر هیچ نخوندم، مثلا به خاطر که با امید بودم که مثلا ترانه میشد بگذار دیگران خونن، چرا من خونم؟ مثلا وقتی ترانه شود و صدا بدهد و مثلا همه اون وقت شنون فکر کردم اون وقت گوشنوازتر است و شما هم انتظار شود ترانه شود بعد گوش میکنید. بله ما هم به صبرانه انتظاریم، هنوز فرصت هست، یعنی ما ناامید نیستیم. شخص ایجادکار وقتی به یک موضوع سخت دل میبندد بیشتر در همون موضوع ایجاد میکند و امید داریم که ترانه‌ای که شما در موضوع سیل ایجاد کردید همه وقت یعنی مردم همون رو یاد کند و شما رو به خاطر بیارد. شما چگونه سهم خود را گذاشتید و قلمتان، یعنی حتی قلمتان به مردم شفا بخشید. بله من در این ترانه راستیگه هر چی کوشیدم امید بخشم به شخصای بیمار. از نخستین مقصدی من وقتی ترانه گفتید و هنر گفتید بیاید ما کم ترک درباره هنر ترانه نویسی بگویم که همه هنر پیش از اون که همون شخص هنرمند آغاز میکند به همون کار، مثلا در ترانه نویسی هم وقتی که تو به نوشتن ترانه آغاز میکنی مثلا یکمین مقصد این نیست که مثلا فلان حافظ میخوند یا فلان آوازخوان میخوند و فلان سون مثلا اون قدر پول میگیرم برای همین مینویسم. نه، مثلا اول مقصد هست که چی مقصد، مثلا تو چی میخوایی، طریق همین سخنت چی گفتن میخوایی، چی پیام داری به جامعه، چی پیام داری به شنونده، چی پیام داری طریق همین. مثلا در همین ترانه نسبت سیل هم من هرچی کوشیدم که چند پیام داشته باشم. یکم به شخصای بیمار سیل امید بخشم توسط همین ترانه که اونها تنها نیستن، یعنی ما هستیم، گرچه مستقیم هم نباشد مثلا از دیگر واسطه ها ما هستیم، ما کنارشون هستیم. و دویم پیام من به خود جامعه بود که مثلا بیایید متحد شویم یک جایه و سید همین بیماری مبارزه بریم و این کشور زیبای ما زیبی این گونه بیماری ها نداره. کشور ما فقط برای زیبایی، برای این مثلا خوبی خوشبختی است. برای همین دعوتم از جامعه بود که بیایید همه سرجم شویم، گفتیم مقال تاجیکی از یک گریبان سر براریم و بر ضد همین بیماری مبارزه یک جای بریم. و در اینجا بله، و در اینجا غیر از ایجادیاتی که هنر گفتیم من همزمان کم کم یعنی هنر روزنامه‌نگاری و نویسندگی هم رو سرقرار دادم در این ساحه بیماری. بله، و اینجا چند من در روی میز کاریم هست، مثلا اینو یک دو سه نمونه از نوشته های تالیفات خودم هست که درباره بیماران سیل است یا که برای بیماران سیل و برای جامعه، برای مکتب بچه ها همین گونه وابسته به خشله‌های گوناگون جامعه موادها آماده کردم. مثلا شخصانی که میخوان معلومات پیدا کنن از کجا میتوانن همین روزنامه ها رو دسترس کنن؟ بله، ما در همین صفحه فیسبوکی ما بسیار فعال هستیم. در صفحه فیسبوکی ما همزمان یعنی با نام همکاری با زشت سیل در تاجیکستان یا استاپ تیبی پارتنرشپ تاجیکستان و همزمان ما شبکه داریم در
گویم صحیفه کانال داریم در یوتیوب که با نام استاپ تیوی پارتنرشیپ تاجیکستان هست. همزمان ما سامانه رسمی داریم با نام stoptv.tj. گرچنده اون در حال حاضر تنها با زبان انگلیسی است، لیکن در آنجا هم میتوانند بسیار معلومات ها را بگیرند. همزمان دیگر من میتوانم یک برنامه دیگر موبیلی که از جنوبی همکاری بازداشت سیل در تاجیکستان، یعنی که تهیه و تطبیق کرده می شود، بگویم که برنامه وان ایمپکت تاجیکستان در هم پلی مارکت هم در اپ استور برنامه موبیلی است، دسترس است. در آنجا می درویند، مثلا تماشابینان عزیز می توانند درویند وان ایمپکت تاجیکستان می نویسند. بسیار برنامه سبک است، اینترنت زیاد نمیخورد به شکل گویم، یعنی بخش معلومات هایش بسیار خوب است که در حالت آفلاین هم کار میکنه. کتاب و همون مقاله هایی که هست اگر اینترنت هم نداشته باشید شما میتوانید در آمده خانه و در اونجا تمام معلومات ها درباره بیماری سیل هست، همه گونه معلومات ها، و در فرصت های نزدیکترین معالجه دیگر معلومات ها را هم تیار کرده شدیم، جمع آوری و تیار کرده شدیم و در اونجا باز معلومات درباره کووید 19، درباره هپاتیت های ویروسی، درباره ویروس های نارسایی مسئولیت آدم، ویروس نارسایی مسئولیت آدم، همین گونه معلومات ها میشوند و در اونجا تمامی جنبه های بیماری سیل مثلا از پیشگیری، تداوی، تشخیص همش هست. در همین دوره پاندمی مراجعت شخصان بیمار و طبیبان برای تشخیص بیماری سیل یعنی که یک نوع تأخیر دارد، یک نوع مثلا نامعلومی دارد، به خاطر چی که بسیاری از شخصان فرقیت بین بیماری سیل، کووید 19 یا که خود همین زکام عادی را نمیدونن. یعنی مثلا در متاسفانه در هر سه بیماری هم مثلا تب دیده می شود، درد سر دیده می شود، یا که مثلا عرق کنی تو یک اندازه دیده می شود در هر سه بیماری هم. برای همین هم بازم تاکید میکنم که همین دانش در کار، یعنی که بیاموزن از سرچشمه‌های صحیح، مثلا سامانه وزارت تندرستی پوری همین گونه مثلا معلومات است، یا که سامانه تشکیلات مجانی تندرستی که اخبارهای صحیح ترین درباره تندرستی است و همزمان سامانه ما، صفحه فیسبوکی ما و همزمان همون برنامه موبیلی وان ایمپکت که گفتم در اونجا هم تمام معلومات هست. یعنی که باید اول همین نشانه های بیماری ها رو باید دانند که و کدام نشانه ها فرق میکنن. مثلا اگر همین نشانه ها باشد این بیماری سیل است یا بیماری کووید 19 است یا که مثلا زکام عادی، زکام موسمی. برای همینم بازم خواهش میکنم که دانششون رو وسیع کنند، درباره سلامتی خود بی‌طرف نباشند، درباره سالمی جامعه بی‌طرف باشند و با همین وسیله سهم خود را بگذارند. بهترین و شما برای کار می‌خواهیم احسان جان، این یک شرایطی است که در زمان معاصر هر یک شخص یعنی به هم پلی مارکت در اومده همون برنامه رو در تلفن خود ثبت میکند و از همه معلومات ها شرط نیست دیگر به یک اونجا رفته کتاب و مجله رو دسترس کند، یعنی در خانه نشسته از همون تلفن خود معلومات گیرد، هم در بیماری های همه گونه بیماری های سیرویتی چه سیل باشد چطوری قید کردید کووید 19 و دیگر بیماری ها. این برنامه را انتظار شویم آینده نزدیک. این برنامه الان فعال است، این برنامه الان فعال است در پلی مارکت، در در اپ استور، بله وان ایمپکت تاجیکستان می نویسید، در اونجا الان می براید با همین لکتیپ همکاری بازداشت سیل در تاجیکستان اون رو شما برگیری میکنید و در تلفنتون مثلا جور میسازید، الان کمی دارید تمام استفاده میبرید. اونجا غیر از اینکه معلومات ها هستن، همچنین نزدیکترین مرکز های ضد سیلی را شما میتونید توسط نویگیتور دوری که همونجا هست مثلا شما پخش میکنید، از روی خریده علاقه شما گفتم میتونید که نزدیکترین مرکز طبی که شما میتونید برای بیماری سیل مراجعه کنید همچنین نشان داده شده است. ببینید تماشاگران عزیز، بسیار یک معلوماتی مفید برای ما و شما شد. ما تا این دم خبر نداشتیم.
از این پس از این предложение استفاده خواهیم بود. بله بهترین. تشکر برای معلومات. و شما هم تشکر. احسان جان، در آخر صحبتمان از شما پرسیدیم که به مردم چی گفتنی دارید؟ ولی آن چیزی که نگفتمان بگویید. خب و گفتنی های من به مردم این است که پیش از همه یعنی خود را احتیاط کنید، یعنی نزدیکان خود را احتیاط کنید، اطرافیان خود را احتیاط کنید، جامعه خود را احتیاط کنید، محل خود را احتیاط کنید، وطن خود را احتیاط کنید. احتیاط کردن هم هر گونه میشه، مثلا از بیماری احتیاط کردن هم این قهرمانی است. یعنی که اگر شما خودتون را احتیاط کردید از کووید 19 باشد، از بیماری سیل باشد، دیگر بیماری مثلا زکام عادی هم باشد، دیگر این به معنی اون است که همسر شما، شوهر شما یا فرزند شما یا مادر و پدر شما بیمار نمیشود. اقلا شما سرچشمه سرایت اون نمیشوید. این هم یک قهرمانی است. و گفتنی هستم که هر چی هست درباره بیماری ها معلومات بگیرید معلومات خود، یعنی که مسلح کنید، با دانش مسلح کنید. این زمانی است که باید برای همه گونه مثلا برخورد مبارزه با همه گونه مثلا بیماری و اول باید دانش داشته باشید، اینکه تو خودت بفهمی که کجا درد میکنه، برای چی درد میکنه. مثلا برای همین در رابطه با بیماری سیل هم گفتنی هستم که بی‌طرف نباشید. لطفاً این بیماری را التماس شخصانی که با این بیماری گرفتار هستند طعنه نزنید، داغ‌گذاری نکنید. این بیماری اولادی نیست. این بیماری خاص یگان محل نیست، خاص یگان اولاد نیست، خاص یگان ملت نیست. یعنی که همه خاص یگان سین و سال و دین و مذهب نیست، همه میتواند با این بیماری گرفتار شود. حتی در همون جسد مومیایی شده فرعون مصر قدیم، مثلا توتنخامون وقتی که کالبد شکافی کردن، در همون شوش همون توتنخامون چوبچه میکروب کاخ پیدا کردن. یعنی که این یعنی داغ‌گذاری نکنید، طعنه نکنید. مثل سالهای پیشه که مثلا اگر یک شخص در خانواده‌اش یک شخص بیمار سیل یک زمانی داشت و صحت شده باشد، دیگر با همون خانواده عروس نمیدهند، از همون خانواده عروس نمیبره. این کارو و شأن ما با شما مثلا تاجیک و مسلمان نمیزیبد. و دیگر اینکه هر چی میتوانید کمک کنید، دستگیری کنید، خیر میخواهید، ثواب میخواهید و همین بیماران کنید. البته که این خیر بسیار خیر مثلا سری وقتی خیر مهم برای همینا هست. یعنی که خیر من نمیگم که مثلا با دیگر گروه آدما خیر نکنید، لیکن ثواب بیشتر شما از همینا میبینید که مثلا یک کسی از مرگ نجات میدید، یک خانواده شما از شکست نجات میدید. مثلا در یک خانواده یک مادر یا یک پدر که ستون خانواده است، شما با کمک میکنید، دستگیری میکنید، پیش میرد. و همین گونه هر چی دانش داره درباره بیماری سیل، دانش دروغ و صحیح، البته اووزه نه، دروغ، طعنه نه، غیبت نه، فقط معلومات درست به دیگران رسانید، به دوستانتان، به دیگران در پیدا شدن نشانه های بیماری سیل، مثلا سرفه از 2 هفته زیاد، عرق‌خوری شبانه، تب بیگاهی روزی، کاهش وزن و اشتها، درد قفس سینه، همین گونه نشانه ها حتما و نزدیکترین نقطه طبی نه که شرط نیست به مرکز ضد سیل حتما روید در اونجا نشونه، و نزدیکترین نقطه طبی یعنی که طبی اولوی است، امبولاتوری هست، مرکز سلامتی است، کجا نباشد روید، مراجعت کنید، از تشخیص گذارید، خود اهل عائلتون هم رو مثلا احتیاط کنید و امید اون که هیچ کس دیگر گرفتار بیماری سیل نشود و هر چیز زودتر این بیماری در کشور ما کنار بیماری کووید 19 خاتمه یابد. تشکر زیاد احسان جان برای یک صحبت خوب و خودپیرمان. درست قید کردید که سلامتی هر یک شخص سلامتی ملت است و هر یکی ما باید بی‌طرف نباشیم، در کنار هم با دستگیری یکدیگر از همه بیماری ها شفا می‌یابیم. احسان جان با شما تشکر زیاد برای یک صحبت خیلی خوب و خاطرمان. امید داریم که در آینده باز این گونه صحبت ها زیاد میشوند.
و تماشابینان عزیز خیر سلامتی خود رو احتیاط کنید، بی‌طرف نباشید، خود و نزدیکان خود رو احتیاط کنید.